دوستان عزیز، واسه باز کردن دیکس و صفحه ماشینای چینی یا خواهی این میخوای دیکس و صفحه رو عوض کنید، الان اتصالاتی که باید باز بشه معلومه، باز میکنین، بعد میبینی به این شما دست نمیزنی، بالاش یه پایه نگهدارنده داره، باز میکنی، احتیاجی هم به یه دونه جک یا دوتا خودش میکشونتش عقب و میشینه دیگه. یعنی راحت میتونی راحت دیکس و صفحه رو تعویض کنی، باز کنی، قشنگ جا بزنی. حتی اگه گلدونی دیفیش هم باشه، کارسنامدش هم واقعا داده باشه، میتونی اینجا عوضش کنی. حالا تو بستن سوالی چیزی هم داشتیم بهمون بگید.